آدمی نیستم که مسائل خصوصی وارد فضای مجازی بکنم. فقط یک درد و دلی میخوام با شما داشته باشم. من هفته پیش برای یکی از دوستان که حالا اسمشو نمیگم، نمیخوام آبروریزی بشه، 250,000 تومان پول قرض دادم که این قرار بود 2 هفته به من برگردونه. الان 1 هفته است که برنگردونده. من به احترام پدرش آقای یعقوب که توی چهارراه گجیل قصابی دارن و به احترام برادراش ایرج و تورج که توی اداره آتش نشانی تو همین پشت باقلستان مشهور هستن و به احترام خواهرش جمیله خانم که توی بیمارستان امام رضای بشر پرستار هستن، نمیخوام اسمش رو بیارم. ولی اگر من می‌خواستم آبروریزی کنم میرفتم شهرک باهوشه تبریز شیت 4 کوچه 5 پلاک 16 که خونه‌شونه، درشون رو می‌زدم داد و بیدار رو مینداختم. اصلا نمیخوام آبروشون رو ببرم، چرا که خداوند خودش ستار العیوبه و اصلا نمیخوام بگم که این پولو به خاطر این از من قرض گرفت که برای همسر، یعنی برای دختر همسایه‌شون آقا سیروس نازنین پارمیدان می‌خواست کادوی ولنتاین بگیره و این قضیه رو به غیر از من هیچ کی نمی‌دونه. آقا مسعود پول منو بردار بیاد، من پول ندارم. گفته بودی 2 هفته، الان 1 هفته گذشته من پول به جذبه شکل دیگه دست به دست برسه از مسعود. زنگ بزنم بالاست اینم از شانس ماست.